سلام به همه فوتبال دوستان عزیز. من علی سینا سهرابی هستم و شما شنونده و بیننده نخستین قسمت برنامه جام 23 هستید. برنامه ویژه‌ای که قرار است در طول رقابت‌های جام جهانی 2026 هر هفته مهمترین اتفاقات، نتایج، ستاره‌ها، شگفتی‌ها و مسابقات پیشرو را با هم مرور کنیم. در جام 23 هر هفته نگاهی خواهیم داشت به مهمترین نتایج هفته، بهترین گل‌های هفته، ستاره هفته، شگفتی هفته، وضعیت گروه‌ها و جدول رقابت‌ها و مسابقات حساس هفته آینده. پس اگر عاشق فوتبال هستید تا پایان این برنامه همراه با ما باشید. در بخش اول این برنامه سری میزنیم به نتایج مهم هفته نخست جام جهانی 2026 با گل‌های فراوان، نتایج غیر منتظره و درخشش ستاره‌های بزرگ همراه بود. در مهمترین دیدارها آلمان توانست 7-1 کراسائو را شکست بدهد. انگلستان 4-2 از سطح کرواسی گذاشت. فرانسه 3-1 سنگال را شکست داد و آرژانتین با درخشش بازیکنش لیونل مسی توانست 0 الجزایر را شکست بدهد. نروژ با نتیجه 4-1 عراق را شکست داد. امریکا میزبان این رقابت‌ها 4-1 از صد پاراگوئه گذاشت. در دیگر دیدارها کانادا با نتیجه 1-1 در مقابل بوسنیا متوقف شد و برازیل نیز با نتیجه 1-1 در مقابل مراکش متوقف شد. آن سوتر کیپ وارد با درخشش دروازه‌بانش توانست اسپانیا را با نتیجه بدون گل متوقف سازد و پرتغال نیز با نتیجه 1-1 در مقابل کانگو متوقف شد. در مجموع هفته نخست نشان داد که مدعیان اصلی جام با قدرت وارد رقابت‌ها شدند. بخش دوم برنامه رو میپردازیم به بهترین گل این هفته. به انتخاب بسیاری از هواداران و رسانه‌های فوتبالی یکی از زیباترین گل‌های هفته این نخست گل فوق‌العاده فلورین بالوگون مهاجم آمریکایی مقابل پاراگوئه بود. این گل با ضربه فنی و تماشایی به گوشه دروازه زده شد و در نظرسنجی‌های مختلف جزو محبوب‌ترین گل‌های هفته قرار گرفت. ستاره این هفته کی بود؟ هفته نخست جام جهانی یک نام بزرگ داشت: لیونل آندرس مسی. اسطوره آرژانتینی در دیدار مقابل الجزایر هتریک کرد و بار دیگر ثابت نمود که حتی در 38 سالگی نیز میتوان سرنوشت یک مسابقه را تغییر دهد. مسی علاوه بر هتریک رکوردهای تاریخی جدید نیز در جام جهانی ثبت کرد و در صدرنشین جدول گلزنان شد. او اکنون میتواند به تنهایی در صدر گلزنان این رقابت‌ها نام بگیرد. او اکنون با 16 گل در صدر جدول گلزنان این رقابت‌ها قرار دارد. بدون شک جام جهانی بدون شگفتی معنا ندارد و هفته نخست از این قاعده مستثنا نبود. شگفتی نخست این هفته نمایش فوق‌العاده تیم ملی کیپ وارد بود که توانست اسپانیا را متوقف بسازد و به تساوی بدون گل این دیدار به پایان رسید، نتیجه‌ای که کمتر کسی پیش بینی می‌کرد. شگفتی دوم جمهوری دموکراتیک کنگو برابر پرتغال 1-1 مساوی کرد و نخستین امتیاز تاریخ خود را در جام جهانی به دست آورد. اکنون سر میزنیم به جدول و وضعیت گروه‌ها پس از پایان هفته نخست این رقابت‌ها. در گروه A مکزیک و کره با داشتن 3 امتیاز در جایگاه نخست و دوم قرار دارند. در گروه B تمام تیم‌ها 1 امتیاز کسب کردن از نخستین دیدارشان. در گروه C اسکاتلند 3 امتیاز دارد و در صدر این گروه قرار دارد. در گروه دی امریکا و استرالیا با داشتن 3 امتیاز و شکست حریفانشان در گروه اول در جایگاه نخست و دوم قرار دارد. در گروه ای آلمان و ساحل آچ با داشتن 3 امتیاز در رده اول و دوم هستند. در گروه F سویدن
با کسب 3 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد. گروه جی تمام تیم‌ها با داشتن 1 امتیاز از نخستین دیدارشان در جایگاه اول تا 4 قرار گرفتن و شانس این دارن که هر 4 تیم از این گروه به دور بعدی صعود بکنن. همانند وضعیت گروه جی، گروه H هم همان طور مثل گروه جی تمام تیم ها با داشتن 1 امتیاز شانس این دارن که در دور بعدی رقابت ها اشتراک بکنن. در گروه آی هالند نروژ با فرانسه با داشتن 3 امتیاز در جایگاه نخست و دوم قرار دارد. گروه جی آرژانتین و اتریش با کسب 3 امتیاز در جایگاه نخست قرار دارد و در گروه کی کلمبیا با داشتن 3 امتیاز در جایگاه نخست و در گروه ال انگلستان و غنا با کسب 3 امتیاز در جایگاه اول و دوم قرار گرفتن. و این را میتونم بر شما بگویم که هنوز راهی زیاده تا پایان مرحله گروهی باقی مانده و بسیاری از تیم‌ها فرصت جبران دارند و شانس این را دارند تا به دور بعدی این رقابت‌ها صعود بکنند. خب فوتبال دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پایانی این برنامه. این بود نخستین قسمت برنامه جام 23. اگر از این برنامه لذت بردید حتما صفحات ما را در صفحات اجتماعی دنبال بکنید و این ویدیو را با دوستان فوتبال خود به اشتراک بگذارید و نظرتان را درباره بهترین گل‌ها و ستاره هفته شگفت‌های جام برای ما بنویسید. اگر نقد و یا هم پیشنهاد دارید میتونید در کامنت برای ما بگویید. تا قسمت دوم برنامه جام 23 خدا نگهدار همه شما فوتبال دوستان. و اون حرف خیلی زیبایی که یکی از همکارا میگفت زنده باد فوتبال.